بله احمد آقا سلام علیکم، بفرمایید. سلام قربان، خسته نباشید. سلامت باشید. آقا احمد بزرگوار هفته گذشته تماس گرفته بودند در مورد کلیپ دروغ آیت الله قزوینی در مورد کتاب منهاج السنه اعتراض کردند و قرار بر این شد که در این هفته تماس بگیرن و از این دروغ قزوینی دفاع بکنن. بفرمایید احمد آقا، در خدمت شما هستم. اول لطف کنید کلیپ را ببینن بعد باشه، شما رو خط تشریف داشته باشید. احمد جان کلیپ رو پخش بکنید. کلیپ عبارت از این است که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مطلبی رو در کتابش میاره، در کتاب منهاج السنه، در رابطه با مذاهب. وقتی که ذکر مذاهب میشه در اینجا مکاتب فقهی و بعضا اعتقادی که در زیر سایه اسلام بودن، یعنی فرقایی که منتسب به اسلام هستند. بعضی از اینها مبتدع هستن، افراد فاسق و فاجر در بینشون هست، بعضی هاشون تعویلات خاصی دارن از قرآن کریم مانند خوارج و اشاعره و بعضی دیگه. بعضی از اینها مذاهب فقهی است که در مسائل اعتقادی با هم اختلاف ندارن، مثل مذاهب چهارگانه اهل سنت در مسائل فقهی اجتهادات خاص خودشونو دارن. شیخ الاسلام ابن تیمیه میگه همه این مذاهبی که هستن، اینها در رأس اینها زنادقه و منافقین نبودن، اینا تعویلات خاصی از قرآن و حدیث داشتن و بعضی بدعتایی رو که در دین به وجود آوردن، برخلاف روافض که در رأس مذهب مؤسسین این مذهب کفار و زنادقه بودن، مانند عبدالله ابن سبعی یهودی الی آخره. این رو آیت الله قزوینی میاد میگه که ابن تیمیه خطاب به مذاهب اربعه اهل سنت این مطلب رو زده که اصل این مذاهب رو کفار و زنادقه تأسیس کرده، تا به این وسیله مذاهب چهارگانه اهل سنت رو، پیروانش رو به جان شیخ الاسلام ابن تیمیه بندازه و رو بدنام بکنه. و این کار رو به خاطر انجام میدن که این جزء مکارم اخلاق در دین رافضه‌گری اثناعشری است که به مخالف تهمت بزن، دروغ ببند و هر چی که دلت میخواد بگو و این جزء مکارم اخلاق محسوب میشه. با هم کلیپ رو ببینیم. قزوینی مکار و دروغگو و تهمت به شیخ الاسلام ابن تیمیه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در کتاب منهاج السنه می‌فرماید اصل مذهب شیعه را منافقین و زنادقه بنیان نهادند، برخلاف دیگر مذاهب اهل بدعت مانند خوارج و مرجعه و وعیدیه و قدریه و غیره. اما این آخوند مکار و حیله‌گر سخنان ایشان را قیچی نموده و چنان وانمود می کند که مراد شیخ الاسلام اصل کل مذاهب است، حتی مذاهب اربعه اهل سنت، یعنی حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی. و این در حالی است که شیخ الاسلام ابن تیمیه چند سطر قبل از جمله‌ای که این آخوند می‌خواند رهبران و سران نه تنها مذاهب اربعه بلکه مذاهب اهل بدعت را نیز زندیق و منافق نمی‌خواند، به استثنای رافضیان. با هم این کلیپ را ببینیم. الجزء السادس. آقا تصور کردی جوان عزیز سنی تشریف بردید شما کتابخانه، خلاصه قفسه ها را گشتی، این کتاب را پیدا کردی، جلد ششم پیدا کردی. ببینید اینجا در صفحه 303 ببینید عبارت ابن تیمیه چی عزیز دل من. ما که این دیگه ما که ننوشتیم، ما هم که چاپ نکردیم، تحقیق هم ما نکردیم. این کتاب برای شما عرض کنم در عربستان و سعودی چاپ شده، در 9 جلدم هست. دکتر محمد رشاد سالمم تحقیق کرده از علمای بزرگ
اهل سنت. ایشون میاد میگه آقا و اصل المذهب، ریشه مذهب کاری به شیعه هم نداره. نمیگه مذهب شیعه، مذهب اباضی، کل مذهب. انما ابتدعه زنادقة منافقون. اصلا اصل مذهب را بنیانگذارش ملحدین، زندیقها و منافقین بودن. مرادشون هم فاسد کردن دین اسلام بوده. بابا اصلا شما مذهب شیعه رو استثناء کنید، زیدی را استثناء کنید، اسماعیلی رو استثناء کنید. آقا بفرمایید آقای جوان حنفی، بفرمایید این حرف آقای ابن تیمیه است نسبت به شما، نسبت به امام اعظم ابو حنیفه. جوان عزیز شافعی، این حرف ابن تیمیه است نسبت به امام شافعی. جوان مالکی، این حرف ابن تیمیه است نسبت به امام مالک. جوان حنبلی، این حرف ابن تیمیه است نسبت به احمد ابن حنبل. میگه اصل المذهب انما ابتدعه زنادقة منافقون. خب حکم منافق چیه؟ و قاتل الکفار و المنافقین. حکم زندیق چیه؟ و قاتل ائمة الکفر یا و قاتل الکفار، برای شما عرض کنم کافتا. خب ببینید اینجا میاد حکم درست میکنه و به دنبال این حکم هم فتوای قتل صادر میکنه. شما خیال میکنی اینهایی که الان دارن در یمن، خب این جمعیتی که کشتن نزدیک، برای شما عرض کنم به قول 7000 چقدر جمعیت در یمن کشتن، اینها آیا از این 10,000 یا 8,000 جمعیت اینها 500 نفر شیعه بوده؟ گیریم 1000 نفر شیعه. آیا این 5 یا 6,000 سنی که کشتن اینها گناهشون چه بوده؟ اینهایی که الان نزدیک 70-80 تا مدرسه را ویران کردن، نزدیک 30 تا 40 تا بیمارستان رو ویران کردن. آخه این در کدام دینی، در کدام مذهبه؟ حتی بیمارستان های برای شما عرض کنم بدون مرز را که اصلا اینها رفتن اونجا برای مداوای مجروحین، بیچاره ها، بدبخت ها، خب اینها را برداشتن، اینها نابود کردن. آخه اینها به چه همین فتوا. آقا هر کس وهابی نباشد کافره، هر کس وهابی نباشد منافقه، هر کس وهابی نباشد زندیقه، هر کس وهابی نباشد این مفسد دین هست، باید این بابا نابود بشه. منهاج السنة النبویه جلد 6 صفحه 302. وليس في الطوائف اكثر تكذيبا بالصدق. بله بینندگان عزیز گرامی، این بود اصل کلیپ آقای قزوینی. احمد آقا سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، احمد هستم، خسته نباشید. سلامت باشید احمد جان، بفرمایید. بله کلیپ رو مشاهده کردیم. الان استاد قزوینی در اینا با شجاعت کامل خدمتتون عرض کنم در جلد 4 بوده، جلد 6 نبوده. جلد 4 مجموع فتاوای ابن تیمیه، بله، که اصل مذهب خدمت شما عرض کنم مذاهب را، اصل مذهب رو کلا ابن تیمیه انکار کرده. برای نمونه مثلا نه نشد دیگه احمد جان، نشد. ببینید بفرمایید. این آنچه که آقای قزوینی در اینجا میگه از کتاب منهاج السنه است، نه مجموع الفتاوا. این اولا. ثانیاً در همین مجموع الفتاوا صدها مورد شیخ الاسلام از رأی مذاهب اهل سنت در تایید سخنان خودش آورده و یا اینکه رأی مذاهب اهل سنت را تایید کرده. هیچ وقت من اینجا تحدی میکنم به شما و به مراجع قم و تهران و نجف و اصفهان و همه که در هیچ جا شیخ الاسلام ابن تیمیه نگفته که سران مذاهب اربعه اهل سنت کفار و زنادقه هستند. بفرمایید الان جلوی من اینجا کتاب منهاج السنه رو من در چیز باز میکنم و کل کتب شیخ الاسلام ابن تیمیه رو
باز میکنم. شما از هر کتابی که دوست داری این مطلب رو برای من با شماره صفحه و جلد بخون تا من اینجا سرچ کنم. شما اصل این موضوع رو در منهاج السنه میخواد پیدا بکنید، درسته؟ در هر کتاب ابن تیمیه از الف تا یا، هر کتاب های ابن تیمیه که از همشون رو من تحدی میکنم که شما بیارید که جای گفته باشه که اصل مذاهب اهل سنت مؤسسینشون کفار و زنادقه هستن، شافعی و مالکی و حنبلی و اینها. در هر درسته حرفتون درسته. اجازه میدید من صحبت بکنم؟ بله بفرمایید. بله الان خدمت شما عرض میکنم. ببینید این در کتاب‌های ابن تیمیه نیاز به بررسی داره که انسان باید تحقیق بکنه، نباید چیزی سر زبون بیاد که خدای نکرده خود انسان یک فرد مسلمان هست یه توهین به یک فرد مسلمان دیگر وارد بکنه که خدای نکرده کسانی به اون تعصب دارن نسبت به اون. من اینو با دیده احترام، من تعصبی نسبت به ابن تیمیه ندارم. درست. دیدگاه من متاسفانه دیدگاهی هست که دیدگاه منصفانه باید باشه. مجموعه کتاب‌هاش اونقدر بسیار زیاد هست، مجموعه فلاسفهش، مجموعه در منهاج السنه که چندین جلد وجود داره، باید بشینیم مطالعه بکنیم. ولی این اصلی که در رابطه با اصل مذهب هست، ابن تیمیه کلا مخالفه با اصل مذهب. متوجه هستین؟ آقای محترم احمد جان، برادر عزیز و گرامی، شما الان به صفحه تلویزیون نگاه بکن. این صفحه تلویزیون و اینم برنامه نرم افزار مکتبت شامله، بزرگترین نرم افزار کتب اسلامی، و اینم کتب ابن تیمیه. زوم بکن احمد جان، اینجا کتب ابن تیمیه و اینجام از کتاب احادیث القصاص شروع میشه. همه کتاباشو من اینجا کلیک کردم روش تا احادیث القصاص تا آخرش که این کتاب هست. همه این کتاب ها رو من اینجا روش کلیک کردم، کتب ابن تیمیه. یک موردم فکر نکنم که از قلم مونده باشه اینجا. و اینجام سرچ ابحث عن جمیع عدل العبارات. در اینجا هر کلمه‌ای که شما آقای محترم، هر مطلبی رو که شما در کتب ابن تیمیه میخواید که تکفیر کرده باشه، گفته باشه کفار و زنادقه هستن رؤوس مذاهب اهل سنت، من اینجا کلمه رو بگید، من سرچ میکنم میارم. خواهش میکنم احمد جان، قرار شد شما در مورد کلیپ آقای قزوینی که دروغ بست به ابن تیمیه و تحریف کرد کتاب منهاج السنه رو، در این مورد نه تنها در منهاج السنه، در هر کتاب ابن تیمیه اگر مطلبی در مورد ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی و امام احمد ابن حنبل رحمهم الله جمیعا، اگر مطلبی بر علیه اینها گفته باشه که اینها کافر بودن یا زندیق بودن، شما لطف کنید آدرس بدید که من سرچ کنم. در مجموع فتاواش هم باشه مشکلی نداره؟ در هر کتابی که باشه. بفرمایید. گفته باشه که سران مذاهب اهل سنت کفار و زنادقه هستند. اگر در مورد مذهب مثلا انتقاد کرده باشه و گفته باشه مثلا این مذهب مثلا فلان مشکل داره و اون شخص مرتد هست، چی کنه؟ سر این صحبت میکنیم آقای محترم احمد جان برادر. اصول مناظره و گفتگو این است، اصول مناظره و گفتگو این است که ما از یک مطلب تموم بشیم، یا شما اقرار بکنید که اشتباه کردید، یا آقای قزوینی دروغ گفته در اینجا، یا ما اقرار میکنیم که اشتباه کردیم، بعد میریم رو مسائل دیگه. قضیه مذهب و این مسائل، این مسئله بدی است. این کتاب منهاج السنه اینجا هست. احمد جان اگر که لطف کنی نشون بدی این کتاب منهاج السنه ای که من از کتابخونه خواسته بودم دوستان آوردن، این کتاب منهاج السنه است و اینم دقیقاً همون مطلبی که آقای قزوینی بهش اشاره کرد، این مطلب در اینجاست و کلا رد در مورد روافض از اینجا شروع میشه. قال الرافضی جلد 6 صفحه 300 در اینجا میگه که قال الرافضی، کلا بحث در مورد روافض است و در اینجا میاد شیخ الاسلام خیلی جالب. قزوینی اگر متوجه شده باشید احمد آقا میاد میگه که نگفته شیعه، نگفته چیز، گفته که حنفی و شافعی مالکی و حنبلی. در اینجا میگه که ولیس فی الطوائف، در بین طوائف یا مذاهب، اکثر تکذیبا بالصدق و تصدیقا بالکذب من الرافضه، دروغگوتر از روافض در بین هیچ گونه طوائف وجود نداره. فإن رؤوس مذهبهم و ائمة الذين ابتدعوه و اسسوه كانوا منافقین زنادقه،
چرا که رؤسای مذاهب اینها و ائمه‌ای که این بدعت رو آوردن و تأسیس کردن منافقین و زنادقه بودن. کما ذکر ذلک عن غیر واحد من اهل علم، چنانچه تعداد زیادی از اهل علم این مطلب رو ذکر کردن. و هذا ظاهر لمن تأمله بخلاف قول الخوارج. حتی ابن تیمیه در اینجا خوارج رو تکفیر نمیکنه رؤوسشون رو. فإن كان عن الجهل بالتأویل القرآن، چرا مشکل خوارج جهلشون در تعبیل قرآن بود، و غلو فی تعظیم الذنوب، و در اینکه صاحب گناه رو کافر میدونستن. و کذالک قول الوعیدیه و القدریه کان عن تعظیم الذنوب، در مورد این مذاهب هم در مورد این بود که گناهکار رو کافر میدونستن. و کذالک قول المرجئه، مرجئه هم چنین بودن، کان اصل مقصود نفی تکفیر عمن صدق الرسل، و اصلا هدف اینا، هدف مرجئه نفی تکفیر بود. ولهذا رؤوس المذاهب التي ابتدعوها، رؤوس این مذاهب یعنی خوارج و مرجئه و وعیدیه و قدریه، التي ابتدعوها لم يقل احد انهم زنادقه منافقون، کسی نگفته که اونها زنادقه یا منافق بودن. بخلاف الرافضه فان رؤوسهم كانوا كذلك، بخلاف رافضه که اصلشون چنین است. در پاراگراف بعدی و اصل المذهب اینجا برمیگرده و اصل مذهب رافضه که در این قسمت در موردش داره صحبت میکنه. و اصل مذهب رافضه انما ابتدعه زنادقه منافقون مرادهم افساد دین الاسلام. اصل مذهب، ببینید اگر مذاهب اهل سنت می بود بعد میگفت که اصل المذاهب، در اینجا اصل المذهب که اومد برمیگرده به چی؟ به روافض که اصلشون زنادقه منافقون بودن که مرادشون افساد دین اسلام بود. متوجه شدید احمد آقا؟ در این مورد صحبت بکنید. من انشالله اگر صحبت دیگری داشتید در خدمت شما خواهم بود. استاد انصاری عزیز، در این مورد که در قبال من شکی نباشه و بیننده‌های عزیز دارن صدای ما رو میشنون که بگن آقا ایشون هم مثلا فلانی یا فلان کس متهم به دروغگویی شده، من شخص قزوینی رو متهم به دروغگویی نمیدونم، به هیچ عنوان متهم به دروغگویی نمیدونم. برای اینکه خودم هم متهم به دروغگویی نشم خیلی صادقانه و منصفانه به عنوان یک بچه مسلمان از شما از هفته آینده یک فرصت کامل میخوام تا اینها را مورد بررسی قرار بدیم. کتاب منهاج السنه رو میاریم. من مطالب بسیار خوبی رو در رابطه با ابن تیمیه و 50 دروغ ابن تیمیه آماده کرده بودم که اونها رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم که متاسفانه شما گفتید روی این موضوع تمرکز کنیم. احمد جان برادر عزیز، من و شما علی الرغم این که من با شما 100% مخالف هستم، به عنوان دو انسان داریم صحبت میکنیم و الله سبحانه و تعالی به ما دستور داده که بحث بکنیم، گفتگو بکنیم و جادل هم باللتی هی احسن، با روش خوب، با اخلاق، با منطق با هم دیگه بحث و گفتگو میکنیم. در هفته گذشته شما تماس گرفتید گفتید این کلیپ اینجا آقای قزوینی درست گفته و من هم دلیل دارم. من از شما دلیل خواستم، یک هفته از من وقت خواستید، من یک هفته به شما وقت دادم و از همین الان احمد جان به مدت 1 سال کامل هر سه شنبه اگر زنده بودم به اذن الله تعالی شما بدون نوبت وصل خواهید شد تا وقتی که همه کتب ابن تیمیه رو بررسی بکنید، تلاش بکنید، جستجو بکنید و این مطلب رو در هر کتابی از کتاب‌های ابن تیمیه که گفته باشه که رؤوس مذاهب اهل سنت کفار و زنادقه هستن، ابو حنیفه و احمد ابن حنبل و امام مالک و امام شافعی، من حاضرم در همین شبکه جلوی همین دوربین اعلان بکنم که شبکه وصال حق برای ابد بسته شد و دیگر به نام وصال حق شبکه‌ای وجود نخواهد داشت. انسان حق رو قبول میکنیم، ولو این که از یک یهودی باشه، ولو این که از یک نصرانی باشه، ولو این که از یک شیعه باشه. آقای ابوالقاسمی اومد گفت که این کلیپ آلت پرست، این کلیپ آقا این اشکال داره، کات کردن، فلان کردن. ما جستجو کردیم، بررسی کردیم، عزیزی که این کلیپ رو برای ما فرستاده بود بله اتفاقا ایشون این کارو کرده بود. همون لحظه امر کردم که این کلیپ در شبکه جهانی وصال حق ممنوعه که پخش بشه، هم از یوتیوب حذفش کردیم و هم از پلیلیست شبکه حذفش کردیم و هرگز این کلیپ دیگه پخش نخواهد شد، چون ابوالقاسمی راست گفته بود، صدق و هو الکذاب، صدق و هو کذاب، راست گفت در حالی که ما دروغگو میدانیمش، در این مسئله راست گفت
و ما حرفش رو قبول کردیم و این کلیپ رو بعد از اینکه تحقیق و بررسی کردیم کلا از پلیلیست شبکه حذف کردیم. حق رو قبول میکنیم ولو این که از دشمن ما باشه. امیدوار هستم که شما این شهامت و مردانگی رو داشته باشید احمد جان که الان میگید که قزوینی راست گفته، والله دروغ گفته، بالله دروغ گفته. این کتاب جلوی من هست، میلیون ها بیننده هستن، مکتبه شامل هم در نت در همه جا در دسترس هست، برید بگردید. به مدت 1 سال احمد جان تاریخ رو یادداشت بکن، شماره تلفن احمد آقا. به مدت 1 سال احمد آقا وقت دارید که شما فوق دیپلم در الهیات هستید، کسی که میفهمه، عقل داره، شعور داره، این نصوص رو میتونه مطالعه بکنه. برید همه کتب ابن تیمیه رو از الف تا یا بخونید، مطلبی در این مورد پیدا کردید. من در خدمت شما هستم و حاضرم که از همه بینندگان معذرت بخوام. احمد جان قطع کردید رفتید، منتها شبکه وصال حق هرگز تماس کسانی رو که بخوان بحث علمی بکنن قطع نخواهد کرد. ما با صدری باز همیشه منتظر هستیم شما زنگ بزنید، بحث علمی بکنید، بحث منطقی بکنید و حق رو قبول بکنید. ببینید یکی از صفات اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که الله سبحانه و تعالی به اونها میگه که رضی الله عنهم و رضوا عنه، بنده های نازدانه الهی بودن. یکی از صفاتشون چی بود؟ وقتی گفتن که محمد صلی الله علیه و سلم در شب معراج رفته از مکه به بیت المقدس، از بیت المقدس به آسمان هفتم، جنت و دوزخ و الله سبحانه و تعالی و انبیا و همه رو ملاقات کرده و برگشته، همون شب برگشته به مکه. منافقین چی گفتن؟ چطور امکان داره که اینجا اتفاق بیفته؟ از اینجا تا بیت المقدس انقدر راه، صدها کیلومتر راه، چطور یک شب رفته برگشته؟ ما میریم و برمیگردیم. هر کسی یه حرفی زد. اومدن به ابوبکر صدیق گفتن میدونی که دوست چی ادعا کرده؟ گفت چی ادعا کرده؟ گفت یک شبه رفته بیت المقدس و آسمان ها رو سیر کرده و برگشته. گفت از خودش شنیدید این حرفو؟ گفتن که بله از خودش شنید. که راست میگه. به خاطر همین بهش گفتن صدیق. حق رو قبول میکردن، حق که بهشون میرسید قبول میکردن. صحابه ای از اشراف قریش، فکر کنم ابوذر است، توهین میکنه به یکی از صحابه دیگه که برده است، سیاه است، میگه پسر سیاه پوست. بعد متوجه میشه که اشتباه کرده، سرشو میذاره رو خاک، به اون برده مسلمان میگه پاتو بذار رو گردن من تا این غرور و تکبر من شکسته بشه، چون در مقابل حق سر تسلیم فرود می آوردن. امام حسین رضی الله تعالی عنه یه قول عجیبی داره، میگه اگر مسلمان نیستید حداقل آزاده باشید. احمد جان به خدا امروز تو میگی که آقای قزوینی راست میگه، فردا روز قیامت در پیشگاه خداوند در مقابل همین حرفت بازخواست میشی، چون میدونی که داره دروغ میگه. و فردا در قیامت وقتی که گذاشتند اونجا در پیش حساب و کتاب، قزوینی نمیاد به دادت برسه و نه امثال قزوینی، نه عبدالله ابن سبع یهودی، نه مکارم شیرازی، نه سیستانی، هیچ کس به درتون نمیخوره. اونجا خودت هستی، اونجا باید جواب الله سبحانه و تعالی رو بدی. تا حالا ما بیش از 170-180 کلیپ از دروغای قزوینی پخش کردیم، یکیش هم نتونسته این آقا جواب بده. یکی از دروغاش همین بود که گفته بود که امام ذهبی گفته محمد ابن اسماعیل بخاری ضعیف است و ثقه نیست. 1.5 ساعت نمایندش خودو کشت، به زمین و آسمان زد، نتونست پاسخ بده، نتونست دفاع بکنه. خیلی راحت دیگه دروغ میگه. بابا دروغ گفته، دروغ گفته. ah